میریم به قصه ای که ارتش به گله ها تاخت، آخر سرم و ارتش تو جنگ مضحکش باخت. سال 30 قرن پیش تو قاره پناور، ارتش کلی زمین داد به مردمی جنگ آور. بعد از جنگ جهانی کشاورزی رو بورس بود، تو استرالیا هم زمین میداد خیلی سود. اما بعد از یه مدت خوشحالی پیش میاد، جمعیت شترمرغ تو مزرعه لم میداد. دون و غذای مفتی، تعجب و شگفتی، خدا نیاره روزی که گیرشون بیفتی. خلاصه اول 3 تا مسلسل رو آوردن، از اون همه پرنده فقط چند تا تیر خوردن. بعدش خبر که پیچید، تستوسترون و پرید، هر کی تونست مسلسل با تیر جنگی خرید. یک ارتش از کشاورز، سربازای قدیمی، کامیونداران و مردم، یک ارتش صمیمی، رفتن به جنگی بزرگ با گله شترمرغ. هرج و مرجی به پا شد، کلی تصادف کردن، با اون همه مسلسل اصلا تیری نخوردن. شترمرغای چابک چریک بودن، نه یک مرغ. بی دست و پا و خسته، از جنگ و دل شکسته، ارتش قبول کرد که تو باطلاق گل نشسته. پیروزی شترمرغ تو این نبرد شد پدید، تیز بودن و دویدن این جونشونو خرید.